با مطالعه این کتاب می‌آموزید ثروت و فقر بازتاب دو عملکرد متفاوت است. رابرت تورو کیوساکی با نوشتن کتاب پدر پولدار، پدر بی پول، تحولی عظیم در زمینه کسب درآمد و ثروت آفرینی ایجاد کرد. این کتاب به زبان‌های متعدد ترجمه شده و در بین کتاب‌هایی با این محتوا توانسته رتبه اول را به دست بیاورد. کتاب پدر پولدار، پدر بی پول داستان کودکی است که با دو پدر، یکی پولدار که پدر دوستش است و دیگری فقیر که پدر واقعی خودش است، بزرگ می شود. رابرت در کتابش به بررسی دو فلسفه و عملکرد افراد نسبت به دارایی و منابع مالیشان پرداخته. در واقع به خاطر وجود این دو فلسفه متفاوته که از یک مرد پدری پولدار و از دیگری پدری فقیر خلق می کند. با خواندن این کتاب خواهید فهمید که چگونه می توانید بر دارایی خود مسلط شده و آن را به خدمت خود بگیرید. آیا مدارس و دانشگاه‌ها واقعاً افراد رو برای زندگی در دنیای واقعی آماده می کنن؟ اگر چنینه چرا نرخ بیکاران در جامعه اینقدر زیاده؟ چطور میتونیم به فرزندانمون بیاموزیم که پول در بیارن؟ مردم در جامعه تنها یاد گرفتن که برای پول کار کنن، اما هیچ کدوم نمیدونن چی کار کنن تا پول برای اونها کار کنه. اگه میخواید پولتون در خدمت شما باشه، در این خلاصه کتاب با ما همراه باشید. در این خلاصه کتاب به پرسش‌های زیر پاسخ داده می شود. ترس و طمع چگونه مانع ثروتمند شدن شما می شود؟ خانه شما جزو دارایی‌های شماست یا بدهی‌هایتان؟ قبض‌هایتان را با شغلتان پرداخت می کنید یا با کسب و کارتان؟ چگونه بدون قانون شکنی پرداخت مالیات‌های سنگین به دولت رو کاهش بدیم؟ برای ثروتمند شدن نیاز به تحصیلات عالیه ندارید. اکثر ما معنای واژه دوندگی رو میدونیم، اما اگر کسی ازمون بپرسه دوندگی به چه معناست، چه پاسخی براش داریم؟ دوندگی رو میتونیم اینطوری تعریف کنیم: روزمرگی بی انتها در جهت کار کردن برای هر کسی غیر از خودمان. این جمله بدین معناست که بیشترین زحمت و تلاش رو ما متحمل میشیم، اما بیشترین سود اون فعالیت رو دیگران، مثلا کارفرما و رؤسا میبرند. همواره افراد از دوندگی به عنوان عملی نفرت انگیز یاد میکنند و این در حالی است که بیشتر افراد به دام دوندگی افتادند. حال سوال اینجاست: با وجود چنین نفرت و نارضایتی چرا همچنان به آن ادامه میدیم؟ پاسخ این سوال روشنه: به این دلیل که زندگی اکثر افراد تحت سلطه ترس از مخالفت و رد شدن توسط اجتماع. برای مثال اکثر خانواده ها به فرزندان خود توصیه می کنند به مدرسه و دانشگاه بروند و خوب درس بخوانند. اونها این تصور رو در فرزندانشون به وجود میارن که تنها از این طریق شغل خوبی نصیبشون شده و در آینده موفق خواهند شد. اما میدونیم که این توصیه یک طرز فکر منسوخ شده است. در گذشته افراد میتونستند بلا فاصله بعد از اتمام دانشگاه کار پیدا کنند. چند دهه به کار خود در همان مجموعه ادامه داده و در نهایت با حقوق بازنشستگی کافی به کار خود پایان دهند. اما این روزها این روند تضمین شده نیست، به خصوص اگر بخوایم زندگی بدون مشکل مالی و بدور از فقر داشته باشیم. حقیقت اینه که شما سخت درس میخونید، به یک دانشگاه خوب میرین و یک مدرک عالی میگیرید، ولی هیچ رشد مالی نخواهید داشت، چرا که اسیر دوندگی هستید و این رؤسای شما هستند که همه پولها رو به جیب میزنند. با همه اینها هنوز هم از ترس اینکه مبادا برخلاف عرف و انتظارات جامعه رفتار کنیم، همچنان به این شعار منسوخ شده متعهد موندیم. در این حالت نتیجه چه خواهد شد؟ ممکنه فقیرانه زندگی نکنیم، اما مسلماً
شاهد رشد و ثروتمند شدن خود نیز نخواهیم بود. ترس و طمع پیشرفت مالی را مسدود می کند. زمانی که صحبت از پول میشه، همه ما احساساتی نظیر طمع و ترس رو در درون خودمون تجربه می کنیم. اما ترس و طمع دقیقاً چه هستند؟ اگر پول داشته باشید، روی تمام چیزهای جدیدی که میتونید بخرید تمرکز خواهید کرد. این همون طمعه. و اگر پول نداشته باشید، نگران این هستید که هیچ وقت به اندازه کافی به اون دست پیدا نمی کنید که معادل ترسه. افرادی که نسبت به کنترل منابع مالی خود بی اهمیت هستند، در مقابل حس طمع و ترس ضعیفتر عمل کرده و بسیار مستعد هستند که اجازه دهند این احساسات روی تصمیم گیری های اونها تأثیر بگذاره. برای مثال تصور کنید که به تازگی ارتقای شغلی یافتید و مبلغ دریافتیتون به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته. حالا با این حقوق میتونید روی سهام یا اوراق قرضه سرمایه گذاری کنید و در آینده سود بیشتری به دست بیارید. همچنین این انتخاب رو هم خواهید داشت که چیزهای جدیدی همچون خودرو و یا خونه جدید بخرید. اگر جزء اون دسته از افرادی باشید که هیچ کنترلی بر اوضاع مالی خود ندارند، در این مرحله اجازه خواهید داد احساساتتان فرمان را به دست گرفته و شما را به یک مقصد نامعلوم سوق دهند. همونطور که میدونیم تصمیم گیری بر مبنای احساسات عاقبت خوشی نداره و اگر این تصمیم گیری های احساسی در مورد مقوله‌ای به نام پول باشه، باید با سرمایه‌تون خداحافظی کنید. ترس از خطرها و مشکلات احتمالی یکی از دلایلی است که مانع ریسک شما در بازار میشه. شما سرمایه گذاری نمی کنید چون ترس از دست دادن پول اونقدر پرقدرته که دست و دلتون رو برای سرمایه گذاری و ریسک میلرزونه. با وجود اینکه چنین سرمایه گذاری هایی میتونه در طول زمان برای شما سودآور باشه، ترس دست و پاتون رو میبنده. از طرفی حسی دیگه به سراغتون میاد که کاملا مخالف این دیدگاهه. طمع وادارتون میکنه که برای داشتن زندگی بهتر این پول اضافی رو خرج کنید. مثلا خرید یک خونه بزرگتر گزینه واقعی‌تر و بی‌خطرتری از خرید سهام یک شرکت به نظر میاد. اما خرید خونه بزرگتر یعنی هزینه‌های بیشتر، عواملی که افزایش حقوق شما رو خنثی میکنه. این گونه است که ترس و طمع مانع پیشرفت و ثروتمند شدن افراد میشه. نه میخوان اون رو سرمایه گذاری کنن و نه اون رو برای داشتن زندگی بهتر خرج میکنن. سوال اینجاست که چگونه میتونیم با این احساسات قدرتمند مبارزه کنیم؟ با افزایش دانش اقتصادی خود در زمینه سرمایه گذاری، ریسک و بدهی میتونید با این احساسات مقابله کنید. انجام این کار حتی با وجود ترس و طمع باعث تصمیم گیری های منطقی و کارآمد میشه. در این خلاصه کتاب دریافتیم که برای مقابله با احساسات و رسیدن به کنترل وضعیت مالی نیاز به افزایش سواد و دانش اقتصادی داریم. اما آیا افزایش دانش و آگاهی اقتصادی برای رسیدن به ثروت آفرینی و کنترل مالی کافیه؟ با ما در خلاصه کتاب‌های بعد همراه باشید. هوش اقتصادی دانشی است که نیاموخته‌ایم. اکثر افراد تصور می‌کنند هوش و استعداد برای پولدار شدن کافیه، اما در واقع دنیا پر است از افراد با استعداد بی پول. حلقه گم شده این افراد هوش اقتصادیه. هوش اقتصادی به معنای داشتن استعدادی جامع در زمینه‌های نظیر حسابداری، سرمایه‌گذاری و از این قبیل موضوعات مالیه. متاسفانه ما از کودکی هیچ نوع آموزشی در این زمینه نمی‌بینیم و به تدریج با این ناآگاهی بزرگ میشیم.
سیستم‌های آموزشی ما رو با موضوعات به ظاهر مفید زیادی آشنا می‌کنند، اما هوش اقتصادی جزء این موضوعات نیست، در حالی که کسب دانش در این مورد ارتباطی مستقیم با موفقیت مالیمان در آینده ارتباط داره. برای مثال کودکان در مدرسه با موضوعاتی نظیر پس‌انداز کردن و سرمایه‌گذاری آشنا نمیشن و در نتیجه در مورد مباحثی مثل سود مرکب چیزی نمیدونن. شاید براشون قلک بخرید و اونها رو به پس‌انداز کردن ایدی‌هاشون تشویق کنید، اما در نهایت نمیدونن پولشون رو چطور خرج کنن. مشکل فقدان آموزش برای کسب هوش اقتصادی تنها مختص جوانان نیست و حتی بزرگسالان نیز با اون دست و پنجه نرم می‌کنند. اکثر بزرگسالانی که از قضا با سواد و دارای تحصیلات عالی هستند نیز تصمیمات اشتباهی در زمینه مالی می‌گیرند. برای مثال ما سیاستمداران رو به عنوان درخشان‌ترین و تحصیل کرده ترین افراد جامعه میشناسیم، اما دلیل اینکه اکثر کشورها با بدهی‌های بین‌المللی سرسام‌آور دست و پنجه نرم می‌کنند به دلیل وجود سیاستمدارانی است که بهره‌ای از هوش اقتصادی نبردند. مردم عادی نیز به طرز شگفت‌آوری در مورد مسائل مالی خود بد عمل می‌کنند. این عملکرد بد رو میتونیم در عدم برنامه‌ریزی اونها برای دوران بازنشستگی به وضوح مشاهده کنیم. برای مثال 50% از مردم آمریکا حقوق بازنشستگی ندارند و 75 الی 80% باقی مانده نیز حقوق کافی دریافت نمی‌کنند. وقتی که در زمان تغییرات بزرگ اقتصادی به دنبال ثروتمند شدن هستیم، دنبال کردن یک برنامه آموزشی مستقل در زمینه هوش اقتصادی بر همه چیز ارجحیت دارد. اما حال که جامعه داشتن هوش اقتصادی را به ما آموزش نداده، باید خودمان دست به کار شده و آن را یاد بگیریم. اهداف مالیتان را معقولانه انتخاب کنید. در هر دوره‌ای از زندگی، هر زمان که اراده کردید می توانید حرکت به سمت ثروتمند شدن رو آغاز کنید. اما هرچه زودتر این کار رو شروع کنید بهتره. برای مثال اگر در 20 سالگی این کار رو شروع کنید، در مقایسه با 30 سالگی احتمال موفقیت بیشتری خواهید داشت. فارغ از سن و سال، بهترین راه برای آغاز، ارزیابی درآمدها، تعیین هدف و سپس کسب تجربیاتی است که در راه رسیدن به هدف کمکتون میکنه. ابتدا صادقانه به وضعیت مالی خود نگاه کنید. شغلی که در حال حاضر دارید رو در نظر گرفته و کاملا صادقانه از خودتون بپرسید که چه درآمدی در حال حاضر و در آینده از خودتون انتظار دارید. از پس چه مقدار هزینه برخواهید آمد؟ با جواب دادن به این پرسش ها به عنوان مثال خواهید فهمید که خرید یک مرسدس بنز گران قیمت در حال حاضر برایتان ممکن خواهد بود یا خیر. اما با این دیدگاه قادر خواهید بود اهداف مالی واقع گرایانه‌ای برای خود در نظر بگیرید. برای مثال هدفتان که خرید مرسدس بنز بوده را طی 5 سال آینده قرار خواهید داد. مرحله بعدی شروعی برای کسب هوش اقتصادی است. تصور کنید می‌خواهید روی بزرگترین دارایی خود یعنی ذهنتان سرمایه گذاری کنید. به روش‌های مختلفی می‌توانید هوش اقتصادی خود را ارتقا دهید، اما یکی از راهکارهای مفید تغییر محوریت تمرکزتان است. برای چیزی که یاد می‌گیرید کار کنید، نه چیزی که به دست میارید. اگر از طرد شدن می‌ترسید، کار در یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای را آغاز کنید. با اینکه شاید درآمد خوبی از این کار نصیبتون نشه، اما مهارت‌های فروش و اعتماد به نفس زیادی کسب خواهید کرد و این مهارت‌ها می‌توانند در آینده برایتان بسیار مفید باشند. همچنین می‌توانید اوقات فراغت خود را به تمرکز و پرورش هوش اقتصادی اختصاص دهید. در کلاس‌ها و سمینارهای مالی ثبت نام کنید، کتاب‌هایی با همین موضوع مطالعه کنید و سعی داشته باشید با کارشناسان این مقوله ارتباط برقرار کنید.
اگر این اصول را پایه و اساس زندگی اختصاصی خود قرار دهید، شانس زیادی برای ثروتمند شدن در آینده خواهید داشت. برای ثروتمند شدن ریسک را به جان بخرید. دیوانگی را میتوان انجام مکرر کارهای تکراری و انتظار دریافت نتایج متفاوت تعریف کرد. با این منطق اگر به دنبال تغییر وضعیت اقتصادی کنونی خود هستید، باید به شکلی متفاوت کنترل امور مالی خود را به دست بگیرید. دست از انجام کارهای تکراری بردارید تا نتایج متفاوتی کسب کنید. بزرگترین تغییری که باید ایجاد کنید ریسک کردنه. همه افرادی که در زمینه اقتصادی به موفقیت‌های بزرگی دست یافتند، ریسک کرده و به جای ترسیدن از ریسک‌های خود، اونها رو کنترل کردند. مقوله ریسک با حفظ پول و ترس از سرمایه گذاری هیچ همخوانی ندارد. بنابراین زمانی که پول خود را در حساب‌های پس‌انداز بانکی ذخیره می‌کنید، هیچ گونه ریسکی را نپذیرفته اید. به جای پس‌انداز پول، سعی کنید آن را در بازار سهام و اوراق قرضه سرمایه گذاری کنید. با اینکه انجام این کار نسبت به قرار دادن پول در بانک ریسک بالاتری داره، اما سود حاصل از اون نیز میتونه حتی در کوتاه مدت بسیار بسیار بیشتر باشه. حتی اگر نمیخواید خودتون رو درگیر بازار سهام کنید، گونه‌های مختلف دیگری از سرمایه گذاری نظیر املاک و سرمایه گذاری روی شرکت‌های کوچیک و استارتاپ ها نیز وجود داره که میتونه باعث افزایش پول شما بشه. امتحان شانس‌های بزرگتر و کنترل ریسک‌هایی که به همراه می‌آورند برای کسب درآمد بیشتر کاملاً ضروری هستند. مسلماً هرچه پتانسیل سوددهی بیشتر باشه، ریسک بیشتری نیز به همراه داره. به عنوان مثال در بازار سهام این امکان وجود داره که تمام پول سرمایه گذاری شده خود را از دست بدهید. اما اگر از ابتدا این ریسک را نپذیرید، مسلماً سودی نیز نخواهید کرد. راه ثروتمند شدن طولانی اما دستیافتنی است. برای بیشتر افراد ثروتمند شدن یک راه دور و درازه. اینکه بعد از افت شدید ارزش سهمتان وحشت کنید و خود را ببازید کاملا طبیعیه. اما اگر میخواید به اهداف اقتصادی خودتون دست پیدا کنید، باید در مواجهه با مشکلات انگیزه خودتون را از دست ندید. برای این کار راههایی وجود داره. بیایید با هم اونها رو مرور کنیم. یکی از روش‌های مفید مقابله با دلسردی درست کردن لیست خواسته ها و ناخواسته هاست. برای مثال، نمیخوام سرنوشتی شبیه به والدینم داشته باشم و یا میخوام تا 3 سال آینده از شر بدهی هام خلاص بشم. هر زمان که بی انگیزه شدید و به یه محرک برای ادامه مسیر نیاز داشتید، این لیست رو دوباره مرور کنید. با خوندن مجدد خواسته هایی که نوشتید، انگیزه خودتون رو شارژ کنید. قبل از پرداخت قبوض و بدهی ها، مبلغی از پول را برای خودتون خرج کنید. اگرچه این کار تا حدودی برخلاف روال معموله، اما موجب میشه که ببینید هر ماه چه مقدار پول بیشتر برای برآورده کردن هر دو هدف خود نیاز دارید. برای مثال، مبلغی از درآمدتون رو صرف خرید گیتاری که چشمتون رو گرفته کنید و بخش دیگر رو برای پرداخت صورت حساب‌های ماهیانه در نظر بگیرید. اونقدر برای خودتون خرج نکنید که غرق در بدهی بشید. اگر ابتدا پول رو برای خودتون خرج کنید، فشاری که بعد از اون برای پرداخت قبوض و بدهی متحمل خواهید شد، شما رو به فکر یافتن راه‌های خلاقانه تر برای جبران این کسری پول میندازه. همچنین این روش باعث رشد نظم مالی شما خواهد شد، چیزی که یکی از صفات بارز افراد موفق است. خواندن داستان زندگی افراد ثروتمندی نظیر وارن بافت و دونالد ترامپ میتونه برای شما الهام بخش باشه. اینکه بدونید اونها چگونه بر مشکلات فائق اومده و به موفقیت دست یافتن، میتونه به همت بلند شما کمک کنه.
نکات این خلاصه کتاب رو به خاطر سپرده و از اونها استفاده کنید. اون وقت میبینید که راه رسیدن به ثروت اونقدرها هم که میگن دور و دراز و دستیافتنی نیست. تنبلی و غرور دشمنان ثروتمند شدنتان هستند. تنبلی و غرور دو مورد از مشکلات شخصیتی هستند که وجود آنها تهدید بزرگی برای سرمایه‌تان است. حتی بعد از اینکه تونستید هوش اقتصادیتون رو افزایش بدین، وجود این خصوصیات منفی تهدید بزرگی برای پولهایتان است. شاید عجیب به نظر برسه، ولی این دو ویژگی میتونن به طرزی نامحسوس علیه موفقیت شما عمل کنند. وقتی صحبت از تنبلی و غرور در مسیر ثروتمند شدن میشه، چه تصوری از این مفهوم دارید؟ حدس میزنیم تصور شما با واقعیت فاصله زیادی داره. تنبلی. ما اغلب اوقات تنبلی رو نشستن و انجام ندادن کار تصور میکنیم، اما در واقع تنبلی لزوماً به معنی عدم فعالیت نبوده و میتونه خودداری از انجام کارهایی که باید انجام بشن نیز باشه. برای مثال تاجری رو تصور کنید که در هفته بالغ بر 60 ساعت کار میکنه. از نظر دیگران اون به هیچ عنوان تنبل نیست. با این حال کار کردن تا دیر وقت میان او و خانواده‌اش فاصله انداخته. او نشانه های بروز مشکل در خانواده‌اش رو کاملا ملموس حس میکنه، اما به جای رفع اونها خودش رو بیشتر و بیشتر غرق کار میکنه. کوتاه‌تر بگیم، او در حال تنبلی کردنه. او از انجام کاری که باید انجام دهد فرار میکند. این شخص از حل مشکلاتی که باید در اولویت قرار دهد تفره رفته و در نتیجه دچار یک عاقبت تلخ می شود. شاید کار او و همسرش حتی به طلاق هم بیانجامد. غرور. گاهی غرور نیز می تواند نقطه ضعفی ویرانگر باشد. غرور در مسئله مالی معنایی متفاوت دارد. در این مورد می توانیم آن را جهل به علاوه خودخواهی معنی کنیم. ترکیبی از نداشتن دانش اقتصادی کافی و شخصیتی آنقدر مغرور که نداشتن اون رو انکار هم میکنه. غرور میتونه به هنگام سرمایه گذاری به عیبی بسیار بزرگ تبدیل بشه. برای مثال برخی از دلالان سهام میتونن با دست گذاشتن روی تکبر شما سهام بیشتری به شما فروخته و حق کمیسیون بیشتری دریافت کنند. اونها مثل فروشندگان متقلب ماشین‌های دست دوم عمل می‌کنند. با تعریف‌های زیاد از نقاط مثبت سرمایه‌گذاری شما رو درگیر کرده و با این کار چشمتون رو روی نقاط ضعف اون می‌بندند. پس حتی اگر به یک نابغه اقتصادی تبدیل شدید، از این دام‌های شخصیتی برحذر باشید. با این کار از خرابکاری‌های مالی خودتون جلوگیری خواهید کرد. دارایی باید سودآور و قابل فروش باشد. دانستن تفاوت بین دارایی و بدهی برای پیشرفت مالیتان لازم است. زیرا با دانستن این تفاوت و درک اون تصمیمات اقتصادی درست‌تری خواهید گرفت. تعریف ساده دارایی هر آنچه برای شما پول به همراه خواهد آورد و تعریف ساده بدهی هر آنچه هزینه به دنبال خواهد داشت است. پس مشخصاً سرمایه گذاری روی دارایی هاست که میتونه شما رو ثروتمند کنه. دارایی ها شامل کسب و کارها، سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، املاک و مستقلات و هر چیز با ارزش دیگریه که در طول زمان رشد کرده و در عین حال سودآور نیز است. علاوه بر این دارایی‌هایتان باید قابلیت فروش نیز داشته باشد. زمانی که روی دارایی‌ها سرمایه گذاری می‌کنید، اسکناس‌های شما تبدیل به کارمندانی میشن که در راستای سوددهی به شما کار می‌کنند. هرچه کارمندان بیشتری داشته باشید، بهتر است. هدف از سرمایه گذاری بالا بردن هرچه بیشتر درآمدها نسبت به هزینه هاست.
پس باید درآمد به دست اومده رو به دارایی هاتون اضافه کرده و در بخش سرمایه گذاری اسکناس های بیشتری رو خرج کار کنید. متاسفانه بسیاری از سرمایه گذاران به طور پیوسته برخی از بدهی های خاص رو با دارایی اشتباه می گیرن. برای مثال یک خونه اغلب اوقات دارایی در نظر گرفته میشه، اما در واقع یکی از بزرگترین بدهی هایی که میتونید داشته باشید. خرید یک خونه در اغلب اوقات یعنی کل عمر خود رو کار کنید تا وام مسکن 30 ساله و مالیاتش رو پرداخت کنید. این اتفاق از دو جنبه بر ضد شما عمل خواهد کرد. در طول 360 ماه آینده زندگی خود باید مقدار زیادی از درآمد خود رو به وام مسکن اختصاص بدید که نشانه واضحی از بدهیه. این 360 مبلغ پرداختی میتونست روی دارایی‌های سودآور بالقوه دیگری مانند سهام سرمایه گذاری شود. بنابراین اطمینان از دانستن تفاوت بین دارایی و بدهی میتواند شما را قادر به تصمیم گیری های مناسب جهت سرمایه گذاری های بهتر کند. شغل شما هرگز ثروتمندتان نمی کند. اکثر افراد دو کلمه شغل و کسب و کار را یکسان در نظر می گیرند. اما زمانی که صحبت از امور مالی می شود باید میان این دو عبارت تفاوت قائل شد. شغل شما همانی است که برای پرداخت قبوز، خرید مواد غذایی و پوشش سایر هزینه‌های زندگی 40 ساعت از هفته شما را درگیر خود می کند. معمولاً این حرفه به شما عناوین مشخصی نظیر صاحب رستوران یا فروشنده می دهد، اما از سوی دیگر کسب و کار شما امری است که روی آن زمان و پول خود را سرمایه گذاری می کنید تا به رشد دارایی هایتان کمک کنید. به این علت که شغل شما هزینه هایتان را پوشش می دهد، بعید است که به تنهایی بتواند شما را ثروتمند کند. برای رسیدن به ثروت باید در کنار کار کردن در حرفه خود یک کسب و کار مستقل و خوب نیز بسازید. برای مثال یک آشپز رو در نظر بگیرید که در شغلش بسیار حرفه‌ایه. با اینکه حرفه اون پول کافی برای پرداخت اجاره خونه و هزینه‌های خانواده‌اش رو فراهم میکنه، اما اون هنوز هم در حال کسب ثروت نیست. اون علاوه بر شغلش روی کسب و کاری مانند املاک سرمایه گذاری کرده و هر مبلغ اضافی که از این طریق کسب میکنه رو صرف خرید دارایی‌های سودآوری مثل آپارتمان میکنه. اون با اجاره دادن آپارتمان ها سود فراوانی به دست میاره. از سوی دیگه یک فروشنده خودرو رو در نظر بگیرید که باقی مانده درآمد ماهیانه خودش رو در بازار سهام سرمایه گذاری میکنه. در هر دو مورد فوق شغل هر فرد درآمد کافی برای هزینه‌های ماهیانه اون رو فراهم میکنه. با این حال این دو نفر با سرمایه گذاری پولهای باقی مانده خود روی کسب و کارشون در حال افزایش دارایی ها و گام برداشتن به سمت ثروت هستند. شغل شما در اغلب اوقات منابع مالی مورد نیاز برای آغاز یک کسب و کار رو در اختیارتون قرار میده. از این رو نگه داشتن شغلتون تا زمانی که کسب و کارتون رشد پایداری نشون بده کار هوشمندانه‌ای خواهد بود. زمانی که کسب و کارتون رشد پایداری پیدا کرد، دارایی‌های شما منبع اصلی درآمدتون خواهند شد و این در واقع نشانه‌ای از استقلال مالی واقعی است. مالیاتتان را با این تکنیک کاهش دهید. همه میدونن مالیات از ثروت شما میکاهد، اما اکثر افراد به دنبال یافتن راهی برای به حداقل رسوندن مالیات‌های خودشون نیستن. راه‌های زیادی وجود داره که میتوان بدون قانون شکنی به این امر مهم دست یافت. برای مثال یکی از راه‌های کم کردن مالیات سرمایه‌گذاری در مقام و پوشش یک شرکت یا شخص حقوقی است. اگر پول خود را از طریق شرکتی که متعلق به خودتان است سرمایه گذاری کنید، مالیات کمتری خواهید پرداخت. اما اگر به عنوان یک شخص حقیقی به سرمایه گذاری بپردازید، باید
مالیات بیشتری بپردازید. در آمریکا داشتن شرکت فواید دیگری هم دارد. برای مثال بدهی‌های شرکت به نام شرکت تمام خواهند شد، نه خود شخص. اتفاقی که میتونه باعث کمتر از دست رفتن منابع و کاهش سرمایه‌گذاری‌های اشتباه بشه. زمانی که کارمند هستید و درآمدی کسب می‌کنید، مالیات از حقوق شما کسر میشه و باید با باقی مانده پول خود زندگی کنید. اما زمانی که شرکت داشته باشید، درآمد کسب کرده، پول خود را تا جایی که میتوانید سرمایه گذاری میکنید و در آخر مالیات باقی مانده پول خود را پرداخت خواهید کرد. با این اوصاف، اینکه شرکت‌ها به مدیران خود کمک میکنند سریعتر ثروتمند شوند، اصلاً شگفت‌انگیز نیست. راه‌های دیگری نیز برای کم کردن مالیات وجود دارد. تنها باید دانش خود را در زمینه نقاط ضعف و فواید سیستم مالیاتی بیشتر کنید. برای مثال، طبق بند 1031 از قانون درآمد داخلی آمریکا، اگر شما دارایی‌های منقول خود مانند املاک را بفروشید تا املاک گران قیمت‌تری خریداری کنید، دولت مالیات شما را تا تسویه حساب نهایی آن ملک به تعویق می‌اندازد. این بدین معناست که افزایش سرمایه شما بیشتر می شود و دولت گرفتن مالیات از شما را به آینده موکول خواهد کرد. اگر بدانید که سیستم مالیاتی در کشور شما چگونه عمل می کند و راه‌های کاهش مالیات خود را پیدا کنید، می توانید میزان پرداختی خود به دولت را کاهش داده و ثروت بیشتری ذخیره کنید. سخن پایانی. به این علت که در مدرسه هیچ آموزشی در مورد هوش اقتصادی نمی‌بینیم، این وظیفه بر عهده خودمان است که این صفت را در خود پرورش دهیم. ما تنها زمانی ثروتمند یا از لحاظ مالی مستقل خواهیم شد که یک هوش اقتصادی قدرتمند و ذهنیتی استوار و جاه طلب برای پشتیبانی از اون در اختیار داشته باشیم. در نهایت این سرمایه گذاری روی ذهن خودتونه که براتون موفقیت به همراه خواهد داشت، چرا که ذهن مهمترین دارایی شما در هر موقعیت مالی و اقتصادیه. اگر میخواید نتیجه بگیرید، از همین حالا آغاز کنید. با اینکه این کتاب راههایی به سوی استقلال مالی و ثروت به شما نشون میده، اما این آرزوها تنها در صورتی میتونه به واقعیت تبدیل بشه که از همین حالا به سمتشون حرکت کنید. باید تحقیق کرده و بهترین کتاب‌های مورد علاقه خودتون رو پیدا کنید. اینکه از کجا میتونیم این کتاب‌ها رو تهیه کنیم و کدوم یک از اینها برای تازه کارها مفیده، اطلاعاتیه که باید به دست بیاریم. افراد موفق در زمینه مورد علاقه خود را بیابید و وبسایت‌های اونها رو دنبال کنید. همچنین میتونید از وبسایت‌های عمومی نظیر investopedia.com استفاده کنید. این وبسایت اطلاعاتی بسیار خوب برای تازه کارها در خود گنجونده. در هر صورت اطلاع داشتن از خبرهای روز میتونه شما رو در حرکت نگه داره و درک صحیح‌تری از بازار برای شما به ارمغان بیاره. یک فایل یا دفترچه تهیه کرده و درآمدها و هزینه‌های ماهیانه خودتون رو به همراه لیست دارایی‌ها و بدهی‌ها در اون ثبت کنید. یکی از مقاصد اصلی نویسنده این کتاب اینه که اطمینان حاصل کنه شما درآمدی بیشتر از هزینه‌های خود دارید. تنها راه انجام این کار اینه که مراقب پول و درآمد خود باشید. از نرم افزاری همچون مایکروسافت اکسل استفاده کرده و فایل ایجاد کنید که بتوان آن را به صورت ماهیانه به روز رسانی کرد. در یک ستون درآمدهای ماهیانه خود را ثبت کرده و آن را با هزینه‌های خود مقایسه کنید. هزینه‌ها می‌تواند قبوز، اجاره، هزینه‌های جاری زندگی، مالیات‌هایی که از حقوقتان کسب می‌شود و هر هزینه دیگری باشد. همچنین بدانید که دارایی‌های کنونی شما هر ماه چه مقدار سود می‌دهد و بدهی‌های خود را نیز با آنها مقایسه کنید. انجام این کار به شما کمک خواهد کرد که دریابید برای بالاتر بردن درآمدها نسبت به هزینه‌ها باید چه کاری انجام دهید.
خودتون رو به افرادی که در حال انجام کار آینده شما هستند معرفی کنید. با ساختن شبکه‌ای از افراد که در حال فعالیت در بازار مورد علاقه شما هستند، می توانید روابط ارزشمندی ایجاد کنید که در بلند مدت به دردتان خواهد خورد. برای مثال، فردی رو که در دفتر مالیات کار میکنه و در مورد گواهی‌های حق رهن مالیاتی اطلاعات زیادی داره رو پیدا کرده و اون رو به صرف ناهار دعوت کنید. حتما اطمینان حاصل کنید که متوجه بشه تنها قصد استفاده از دانش و تجربه اونو دارید و نمیخواید یه شبه ره 100 ساله ثروتمند شدن رو بپیمایید. اگر در رابطه با مقاصد خود صادق بوده و گوش شنوا داشته باشید، به احتمال زیاد کارشناسان زیادی خوشحال خواهند شد که نکاتی چند را به شما گوشزد کنند. لطفاً برای گوش دادن به خلاصه های صوتی بیشتر و برای حمایت از ما رو به دوستانتون معرفی و کانال یوتیوب مسعود کاریان رو دنبال کنید.